سلام به همه، من علیرضا هستم و اینجا چنل دنیای ویندوز. اگر به ترفندها و آموزش‌های مختلف ویندوز علاقه‌مندید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو فعال کنید تا از هیچ ویدیویی جا نمونید. خب امروز می‌خوایم با 2 تا آموزش جدید ویدیومون رو شروع کنیم. اولین آموزش اینه که چطوری به وای فای در ویندوز وصل بشیم و دومین آموزش اینه که چطوری زبان فارسی رو به ویندوز اضافه کنیم. بریم سراغش. خب اول میریم سراغ وصل شدن به وای فای. روی علامت اینترنت در نوار ابزار پایین کلیک چپ کردم و وای فایمون رو روشن میکنیم. اگه خاموش باشه که اصلا این اتفاق نمیفته. بعد که روشن کردیم روی شبکه وای فایمون دوباره کلیک میکنیم تا این صفحه باز بشه. همینطور که اینجا یه تیک هستش. این تیک برای اینه که هر دفعه وارد سیستمتون میشید دوباره به این وای فای وصل بشه یا نه. میتونید فعال یا غیر فعالش کنید. من میخوام فعال باشه. بعد دکمه کانکت رو میزنم. بعد از این میبینید که از من پسورد میخواد. من پسوردم وارد میکنم و تایید رو میزنم. همینطور که میبینید الان به وای فای ما وصل شد و کانکت شدش. علامت وای فای رو این واسه ما آورد. این واسه وای فای بود که عادیه و هیچ پنهان نشده و در دسترس شما. واسه وای فای که پنهان شده در ویندوز باید بیاید اینجا ببینید که یه دونه گزینه است که این نوشته رو روش داره. روی این کلیک چپ میکنید، باز مثل همونه تیکش میتونید فعال یا غیر فعالش کنید. بعد کانکت رو میزنید. از شما اول اسم شبکه رو میخواد. اسمش رو وارد میکنید. بعد تایید میکنید. این دفعه پسوردتون رو وارد میکنید. و دوباره تایید رو میزنید و وای میسید تا این وصل بشه. و همینجور که میبینید الان من دوباره به این یکی وای فای وصل شدم و یه وای فای به نام احسانی که وای فایی که من دارم و پنهانش کرده بودم اومدش و من بهش وصل شدم. همینجور که از این شبکه قبلی خارج شده و به این وصل شده. اگر دوباره خواستیم به یکی اینا وصل بشیم، من به این وصلم، این نتش تمام شده، میخوام به اون یکی وصل شم یا به هر حال دوباره میایم روش. این دفعه کانکت رو که بزنیم خودکار خودش چند لحظه طول میکشه بعد وصل میشه. یه رمز عبورینا اصلا نمیخواد. همینطور که میبینید به این وصل شد و از اون در اومد. خیلی ممنون. بریم سراغ عوض کردن زبان ویندوز. خب این صفحه رو میبندیم. خب ما میخوایم به این وصل شیم، کانکت میشیم. خب میایید داخل تنظیماتتون، حالا میتونید سرچ هم حتی کنید، هر طور که خودتون راحت ترید. وارد میشید و میایید دنبال گزینه این گزینه میگردید، تایم لنج. وقتی که واردش میشید داخل قسمت لنگویج همون زبان هم میگه که اینجا من 2 تا زبان دارم، انگلیسی آمریکا و فارسی. میتونید اگه شما این فارسی رو یا حتی میخواید زبان آلمانی یا غیره رو اضافه کنید، روی اد لانچ کلیک میکنید و اینجا میتونید زبان مورد نظر رو استفاده کنید. الان من مثلا میام زبان عربی سید فارسی. این الان عربی ازبکستان رو واسه ما آورد. وقتی که روش کلیک میکنیم و تایید رو میزنیم این صفحه واسه ما بالا میاد. وای میسیم تا این زیر مجموعه رو بیارم. این تیکو فعال میکنیم، با این کاری نداریم و اینستال رو میزنیم. بعد میبینیم که اینجا داره واسه من دانلود میشه و الان چون من نتم یه مقدار ضعیفه دانلود نشد و یه ایروری به ما داد. شما اگه دانلود شید مثل این علامت ها واسه تون میاد. خب اگر میخواید از آموزش های دیگه ما جا نمونید
و یا ویدیوهای بعدی رو ببینید و تماشا کنید و از آموزشات ترفندمون لذت ببرید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون و خدا نگهدار.